یا ابوالفضل ما کجاییم؟ چرا اینا چیه اینجا؟ چرا همه چی پیشرفت شده؟ این چیه؟ نگاه کن یه مکعبه که روش نوشته میاد. ای وای این چیه؟ صدا چی بود؟ نمیدونم. دست به این دستگاه مسگاه نزن. این چیه؟ من تو اینا خواب این چیه بودم. دست بلند منه؟ شدم. برین اون بر. این چیه؟ اینجا نکن داره باتش اوه. ننداز. ببینم به منم از اینا میدی تنتا؟ برین اون بر. تو رو خدا به منم بده. اسلحه؟ چه اسلحه پیشرفته دارم؟ به منم بده تو رو خدا. بده اونو. نزن. شمشیرم شده اینطور. برین اون بر. منم میخوام. میزنم. برین. تنتا به منم بده. شمشیر منم آبیه چرا برای من؟ نزن غذا نرم. غذا دارید؟ من سیب دارم. آره نونم دارم. بیا تنتا نگاه کن منو. به نمیتونم منو صدمه. به هم اسلحه ها بده. تنتا اصلا اینجا کجاست؟ نمیدونم. بیا این ور ببین. اینجا رو ببین چه دستگاهایی دارن. پورتوها اینجا بود. کجا رفته؟ معلوم نیست ما تو چه زمانی هستیم الان دقیقاً. بیا بدون بدم. برین. مگه نون نمیخوای؟ بله نون چرا اینطوری شده؟ هادی تایتل هم بزن سفر به فضا برای اولین بار در ماینکرافت. سفر به فضا برای اولین بار در ماینکرافت. مرسی. چی گفتی؟ لباس تو از کجا خریدی؟ چرا کجا اینجا افتاده بود؟ منم میخوام. کجا افتاده بود؟ چرا ما اینا رو نگاه کن. چقدر اینجا یه دونه بود متاسفانه. بذارید بریم بیرون و ببینیم. منم لباس میخوام. بفرست. همه بیاید. ببینم اینجا رو ببین. برو بیرون. نمیتونیم بریم بیرون؟ بریم یا نریم؟ اول به من یه لباس بده. ما نمیتونیم بیرون. چطوری تو کلاهت محفظه داره ممکنه بمیریم. خب اوکی پس من میرم. سلام کارتوا کجا رفته بودی؟ کجا بودی؟ تکون نخور. ما اینجا وضعیت اضطراری بود. ما یه لحظه رفتم بیرون. بابا تو هم که بیرون همش چی بود؟ اضطراری. تیتا نگاه کن من تبلت دارم. این تبلته. چی داری؟ تبلت. یه نه تبلت چی هست؟ تبلته. نگاه کن روش یادت ما رو کاغذ می نوشتیم. اینجا دیگه رو تبلت می نویسیم. یونیش چی؟ نه نمیتونم بدون ازش دارم. اوکی منم اسلحه یه دونه. نو چی؟ خواستی بدی. اینا کیه؟ ببینم تینتو بیا اینجا دکمه است. کلیک کنم. ببینم کلیک کن. واه چقدر پیشرفته. میتونی لباس خدا منم میخوام. وایسا چی رو کلیک کردی؟ اینا منم پوشیدم. آره خب من 2 تا لباس دارم. من شلوار ندارم. برو بر از این برای شلوار. این بارش. خب بگو دیگه من دارم لباس میگیرم. چیه ای داره میاد؟ اینم بگیر. آقا یه سری آدم اون پایین وایسادن. ببینم وایسا تنتا نرو سب کن. چقدر پیشرفته است اینجا. ما تو فضاییم بچه ها. اینو نگاه تنتا. اینو نگاه. اینو چی؟ اینو چی دستی شما؟ اینو چی؟ این نونه؟ این خب نمیدونم چیه دقیق بچه ها. با این ببخشید. الان درستش میکنم. خب بریم. کیا پایین وایسادن؟ اوجو ما میترسم. من نمیرم. ما نمیدونیم اینا کیان. آخه بریم یا نریم؟ بریم بابا بریم. اوکی شما برید ما میایم پشت سر. نه نمیام. تنتا به من اول یه دونه از اون گانا بده. اگه اینا چیز بودن من نمیرم. ببین به من شاید بیشتر اعتماد کنن. باش. بالا شما. سلام. سلام. اینا به زبون ما حرف میزنن. اون چرا شمشیر کشیده؟ چرا همشون 94 نمیدونم.
ببخشید خانم، ما الان در چه سالی بفرمایید. هستیم؟ 5920. 5900. بله؟ اوکی ما الان میایم. یه سوال، اینجا چه سیاره‌ایه؟ اینجا آره. مریخ. ها؟ من شنیده بودم. وایسید بچه ها، ببینید طی تحقیقاتی که من داشتم از آینده میگفتن که آدما ممکنه برن روی مریخ زندگی کنن و الان سال 5000، یعنی انسان دیگه منن رو مریخ نگاه کنم همه چی نارنجی طوره. آسمون رو ببینید. اون چیه رو آسمون؟ اون چه سیاره‌ایه؟ اون چیه؟ اون دیگه اون فکر کنم زمینه. اون زمینه. کدوم زمینه؟ بله بله. پایینش چیه؟ پایینش خورشید. آقا من وایسا یه لحظه. بیاید با من. آقا یه بیاید دقیقه وایسا. اینور ببینید این سیاره رو. این زمینه. کدوم زمینه؟ اون رو میبینید؟ اون زمینه؟ آره واقعا؟ آره فکر کنم. بله. کهکشان راه شیریه. آره واقعا شیریه. آقا یه دقیقه خانم گوش کنید. خانم بفرمایید. ببینید ما از زمین آمده ایم برای سوال. بله. اسم شما چیه؟ ری؟ اسم چقدر عجیب غریب. بله اسم من ریه. ری که چیز هان میشد. سولو، کیانو ریوز، 94 4R2D2. اسم من 34 پرفرین، نه 34 لوسی. اسم این 35 تنتا و اسم اینم 36 لوسی. نه لوسی من بودم، دویل. بله بله. آره فکر کنم شما وزیر شهر فوق زمین بودیم، درسته؟ بله ما خودمون. آره آره ما آره. آورده بودیم اینجا باهاتون صحبت کنیم. راستی راجع به چیز میخواستیم صحبت کنیم. سنگ زندگی. شما راجع به لایف استون چیزی میدونین؟ بله متوجه چی لایف شده؟ چی شد؟ متوجه نشدین؟ وا متاسفانه خیلی زمان ما متوجه اصلا شد. همچین چیزی نداره این یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقا امکان نداره. وقتی ما اومدیم به این زمان یعنی حتما اینجا وجود داره که ما اومدیم. اون چیه رو هواست تنتاین؟ اون چیه اون بالاست؟ اون؟ آره اون بالا. که اونا سفینه‌مونن. سفینه چیه؟ سفینه چیه؟ پشت سرتون نگاه کنین. سفینه نمیدونین چیه؟ نه خب این چیزی که الان اینجا هست بهش میگن سفینه. نه اینو که این میدونیم، ما داخل خودمون باش اومدیم. بابا اینو میدونیم بابا. که اینو به ماشین. نه فقط می‌خواستیم اون یه فقط سوال. سفینه جنگیه. آها جنگیه. ببینم. میشه شهرتون رو بهمون نشون بدین؟ اگه میشه ما رو ببرید تو شهرتون. بله بفرمایید. که تا چیزی خیلی بگم ممنون. اینا میدونن لایف استون چیه ولی به رو خودشون نمیگن یا حتما اینجا یه اسم دیگه داره. میدونین چی میگن؟ یه چیز عجیب غریبیه. با تو بیا. اومد. شما این همه سفینه جنگی رو برای چی میخواین؟ برای زمانی که بهمون حمله میشه از سیاره‌های الان اینایی کناری. که همه اینجان سفینه هن؟ بله بله اینا چه چون ساختار سفینه‌های جنگی عجیب و غریبی داره. چقدر شما پیشرفتین. ببینی که دست من اسمش تبلته. بله با اینا بعد چی کار؟ داخل این برای کارهایی که در روزانه انجام میدیم برنامه ریزی میکنیم، برای راه انداختن سفینه هامون. خب میشه شهر بردانیه؟ نه بابا بفرمایید. بردنی چیه؟ چه آبرمون رو بردی. بیای. وای. خروساشونو نگاه کن، رباتیان. منم نمیشه بعد اینجا همه چیز رباتیه. خب بس شما چی میخورین؟ ما آره گوشت میخوریم. خب گوشت این عجیب رباتی که با اینو ببین تتا. به اسم این چیه؟ اسپیس کام. باورم نمیشه. اینو نگاه. صدا چی بود؟ ببخشید به خودم بکنیم.
خودش بود الان میده. آه در اینجا چی شد؟ تنتو اینجا رو ببین. بفرمایید. همین داخل. چرا 2 تا خورشید داری شما؟ ببینم اونا اون روبرو بابا، اون روبرو. من خامه این بر روبرو این بر. آقا خورشید اونا دارن تیر میزنن مثلا. جفتش هم اونجاست دیگه کنار هم. راست